سلام خدمت همه دوستان عزیز. من محمد رضا بهمه‌ای از شهر دوسلدورف یا کل در خدمت شما هستم. امروز ما اینجا هستیم خیلی سریع این دکور رو، حالا دکور که نه، خیلی سریع اینو اوکی کردیم که من بتونم یک موضوع بسیار مهم رو براتون شرح بدم و اینکه میخوام بهتون بگم که قرار نیست اینجوری بمونه. مطمئن باش در ویدیوهای بعدی دکور بسیار تمیز و حرفه‌ای رو خواهید دید. خب از خودم بهتون بگم محمد رضا بهمه‌ای چه کسی هست و MRB در آلمان چه کارهایی انجام میده. خب شرکت MRB زیر نظر تلیس فینانس. شرکت MRB شرکتی هست که مشاور مالی هست، متخصص وام‌های بانکی هست و اینکه خرید فروش ملک یا شرکت یا خانه یا زمین همه اینا رو انجام میده و اینکه 0 تا 100 بیمه شما در آلمان رو به عهده میگیره با بهترین لایسون و بهترین قیمت به شما معرفی میکنه. مهم نیست با چه بیمه‌ای، چه گزلشافتی و اینکه کجا بیمه دارید. مهم اینه که فقط بیاید یه امضا بدید، تمام بیمه هاتون رو به عهده میگیره. خب دوستان، محمد رضا بهمه‌ای کی هست و کارش چیه؟ من کارشناس رسمی بیمه که در شرکت آلیانس آوسبیلدینگ خودم را تمام کردم و بعد از اون در شرکت دوچه فرموگونسبراتونگ اومدم مدرک دالینس فرمیتلا، یعنی متخصص وام‌های بانکی و وام‌های شرکتی و اینکه ایموبیل ماکلا رو گرفتم و توی این زمینه سالها تلاش کردم و چیز هولوش 5 ماه هست که تو شرکت تلیس فینانس هستم و از روزی که اینجا شروع به کار کردم هر ماه نفر اول هستم تو کل تلیس فینانس در آلمان. به چه دلیل؟ چون اینجا دقیقاً خونه من، دقیقاً جایی هست که من راحت میتونم به فارسی زبان‌ها کمک کنم. من از سن بچگی اجرای تنها زندگی کردم و خودم به خودم کمک میکردم و خیلی سختی کشیدم تا به اینجا رسیدم. یعنی یه جورایی توی این مدت زمان تا به اینجا، از سن 14 سالگی تا الان که 35 سالمه، خودم دست خودم را گرفتم تا بیام بالا، تا قبل از که با مدیا آشنا باشم البته. و اینکه الان این کمک کردن به دیگران یه جوری تو خونمه، به این معنیه که توی تنهایی خودم دارم به خودم کمک میکنم. میدونی؟ یعنی که نمیدونم چجوری بهتون بگم، یعنی که اصلا کمک کردن به دیگران خیلی دوست دارم، چون دوست ندارم سختیایی که من کشیدم و دیگران بکشن. به خاطر همین دوست دارم سریعتر به اون هدفاتون برسید. دوست دارم راههای اشتباه نرید، سریع به موفقیتاتون برسید، سرمایه‌گذاری درست کنید، توی آلمان موفق تر باشید. گول لابلابا رو نخورید. دوست دارم توی سرمایه‌گذاری به جایی برسید که در 10 سال آینده برابری کنه با کسی که 40 سال تو آلمان هست. مهم نیست در چه سالی وارد آلمان شدی، مهم اینه که چه کاری انجام میدی، چی میخوای، هدفت چیه و چقدر برای اون کارت میجنگی. خب محمد رضا بهمه‌ای در کنار کارشناسی بیمه و متخصص وام‌های بانکی و حالا ایموبیلیان، خرید فروش و وام‌های بانکی و مشاور مالی چه تجربیاتی داره؟ محمد رضا بهمه‌ای در سال 1990 به دنیا آمده. شهرش بماند، شاید توی لهجه خودتون متوجه بشید، ولی من از سن پایین فوتسال رو به صورت حرفه‌ای شروع کردم. در سن 18 سالگی به تیم ملی فوتسال ایران جوانان دعوت شدم و این افتخار رو داشتم پیرن تیم ملی ایران رو بپوشم و بازی کنم. فوتسال ایران توی جهان رتبه بسیار بالایی داره. برای کسایی که تو آلمان هستن زیاد نمیدونن، یه بهش میگن هالن فوتبال توی آلمان. و اینکه از سالی که وارد آلمان شدم
شروع کردم فوتسال بازی کردم و کار موزیکم میزدم، دیجی هم انجام میدادم، چون از اون شهری که بودم از سن پایین کار موزیکم میکردم. زمان کرونا موزیکمو گذاشتم کنار، چون که من دیدگاهم اینه که ما انسان ها درختی نیستیم که زیر باد و بارون و سیل بمونیم، ما انسانیم و باید جابجا باشیم. زمانی که کرونا اومد همه چی قطع شد، من سریع دستگاه موزیکو گذاشتم داخل انبار یا همون کلا و دیگه بیرونش نیاوردم. حالا سال 2017 با تیم SSV یان رگنسبورگ من قهرمانی آلمان رو به دست آوردم و بعد از اون در چمپیونز لیگا بازی کردم و بعد از چمپیونز لیگا با تیم فورتونا دوسلدورف قرارداد بستم و راهی شهر دوسلدورف شدم. در دوسلدورف خب خیلی کارا کردم در کنار فوتسالم و یه مدت 6 ماه تا 1 سالم مربی ورزش بودم در مدارس راهنمایی و اینکه سال 2020 وارد فوتبال ساحلی شدم همینجور تفریحی ولی در رشته بوندسلیگا و اونجا هم تونستیم قهرمان آلمان بشیم، باز در چمپیونز لیگا بازی کنیم. سال 2021 هم باز دوباره قهرمان آلمان شدیم. تیم بسیار خوبی بود و اینکه مربی اون تیم، مربی بازیکن اون تیم، مربی تیم ملی آلمان هم بود. بعد اینکه بریم برگردیم. خب بله داشتم میگفتم 2021 قهرمان آلمان شدم برای بار سوم و سال 2022 بود که به عنوان مربی در شهر دوسلدورف مربی دروازه‌بان‌های فوتسال فورتونا دوسلدورف انتخاب شدم. یعنی خواستن منو و توی سن خب حالا 32 اینا داشتم بازی میکردم، بدنم اون موقع فیت بود مثل الان نبود و خیلی سخت بود مربیگری، ولی تصمیم گرفتم این کار رو انجام بدم و شدم مربی فوتسال. تا اینکه سال بعدش خب سری اتفاقای مربی اصلی رو حالا بیرون رفتن کردم بیرون یا هر چیزی، من شدم مربی اصلی تیم. از مربی دروازه‌بان شدم مربی اصلی تیم و تونستم تو اون لحظه تیم رو در لیگ نگه دارم و خیلی سخت بود برام، خیلی از کارم منو عقب انداخت، بار سنگین رو دوشم بود. به خاطر همین سخت بود، همزمان هم مشاور مالی، هم سرمایه‌گذاری، کارشناس بیمه و از اون برم مربی فوتسال توی سطح بسیار بالا در آلمان. به خاطر همین تصمیم گرفتم دیگه مربیگری نکنم، ولی خب از اونجایی که عشقم بود از بچگی باز امسال با تیم کل قرارداد بستم با عنوان مربی دروازه‌بان فوتسال که یکی از گلرهای تیمم گلرهای تیم ملی آلمان هست و بسیار گلر آینده‌دار و موفقی است. خب بیام سراغ MRB. MRB چه کارهایی از دستش برمیاد و چی کار میکنه؟ MRB فینانس بقاتون که همینجور در اینستاگرام هم به کمک تیم بسیار قوی و حرفه‌ای مدیا تونستیم در عرض 6 ماه فالوور خیلی خوب با بازدید بسیار بالا و با مشتریایی که 5 ستاره راضی بودن این لطف داشتم و من خیلی خوشحالم که برای خیلیا باعث رشدشون بودم و باعث شدم که توی زندگیشون پیشرفت کنن یا اینکه بتونم پلن براشون بچینم که خونه بخرن و بتونم از هزینه‌های اضافی زندگیشون کم کنم، جای دیگه سرمایه گذاری کنن. این اتفاق خیلی برای من جالب بود و تونستم به دیگران کمک کنم. یه افتخاری بود که نصیب من شد. کانال یوتیوب ما MRB یک چنلی هست که به شما کمک میکنه راحت‌تر در آلمان سرمایه گذاری کنید، بهترین بیمه رو انتخاب کنید، قرارداد بانکیتون، وام‌های بانکیتون رو با بهره مناسب و بدون این بیمه‌های الکی ببندید. اینجا من به شما کمک میکنم چه بیمه‌های ضروری هست و چه بیمه‌های از دیدگاه ما فارسی زبان‌ها ضروری نیست. لطف کنید همه الان این چنل رو دنبال کنید. خیلی خیلی خوشحال میشم. منو به دوستانتون معرفی کنید و اینکه بتونیم با هم کمک کنیم که تمام فارسی زبان‌ها بتونن در آلمان هم سرمایه گذاری کنن هم موفق باشن. خب چنل MRB یک چنلی هست که قراره در مورد سرمایه گذاری، در مورد
خانه هایی که در آلمان وجود داره و موقعیت سرمایه‌گذاری و موقعیت خانه ها در آلمان و اینکه از دید دیگر برای وام های بانکی با مدیران بانک من حتی ترمی میذارم، سعی میکنم جلسه بزنم ولی اونجوری به زبان آلمانی هست، سعی میکنیم براتون زیرنویس فارسی بذاریم، یا اینکه با اشخاص مختلف، با تجربیات مختلف، با کسانی که دوچه پاس دارن، کسانی که پاس دائم دارن، کسانی که ویزای کاری اومدن، یا اینکه پناهندگی و الان تازه اقامت دارن، یا با آدمای موفق، با کسایی که متخصص حالا مثل خود من حتی وامای بانکی باشن و میشینیم با هم صحبت میکنیم، بحث میکنیم، با کسایی که متخصص و کاربلد بیزینس هستن میاریم صحبت میکنیم. ما قرار به شما کمک کنیم که توی آلمان شرکت تأسیس کنید، اقامت آلمان را بگیرید و اینکه راحت‌تر بتونید زندگیتون را در آلمان ادامه بدید. با MRB شما قراره در آینده یک زندگی کاملا موفق با پلن و هدف مناسب داشته باشید و اینکه اگر قرار شرکت بزنید، اگر قرار کاری رو راه اندازی کنید، اگر قرار ملک بخرید، اگر قرار هر بیمه ای که ببندید، 0 تا 100 من در کنارتون هستم. با متخصص هایی از آلمان، کشورهای دیگه میشینیم صحبت میکنیم و این همه اینا فقط و فقط برای شماست. پس سابسکرایب کنید، دنبال کنید تا بتونیم اتفاق خوبی با هم رقم بزنیم. میبینیمتون.